در پیروی به تدبیرهای بشردوستانه و خیرخواهانه راهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب صاحبکار جوان شهر باختری ولایت ختلان اسماعیل محمد ظاهر به احتیاجمندان در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد و ختلان و عائله‌های احتیاج داشته شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان کمک رسانده شد. دستگیری نمودن قشر نیازمند جامعه از عملهای نیک انسانی محسوب یافته باعث روح بلندی مردم احتیاجمند می‌گردد و خود انسان سخاوت پیشه را نیز شاد و مسرور می‌گرداند. در همین زمینه به 2200 عائله کمبزاعت در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان، سوخت و ولایت مختار کوهستان بدخشان کمک این صاحبکار وطن دوست به مانند آرد، شکر، روغن، کارتوشکا، برنج و مکران رسانده شد. از جمله به 500 عائله نیازمند از شهر و ناحیه‌های خوجند، عینی، اشت، گلستان، استروشن، اسفراب، کانی بادام، مسچاه، پنجکین و سپیتامین کمک‌ها دسترس کرده شدند. همزمان به شخصان دارای امکانیتشان محدود در شهر و ناحیه‌های مملکت عروبچه‌های میوبی تقدیم گردید. به همین مانند به 500 عائله شهر و ناحیه‌های درواز، ونج، روشان، شغنان، خاروخ، راشقلا، اشکاشیم و مرغاب نیز از قبیل مواد خوراکباری کمک رسانده شد. این صاحبکار جوان امیدبخش و موفق چنین عملهای خیر و احسانکاری را در عرفه تجلیل از جشنهای ملی و دولتی پیوسته انجام داده در بهتر گردیدن سطح نیک و احوالی مردم سهمی چشمرس می‌گذارد. مقدار معینی آرد، روغن، شکر و دیگر انواع خوراکباری که به این عائله ها رسانیده شد باعث دلخوشی و احترام به دولت و حکومت و وطن صاحب استقلال گردیده صداقت آنها را به میهن افزون می‌گرداند. کمک نوبتی صاحبکار موفق شهر باختر یعنی صاحبکار جوان اسماعیل محمد ظاهر به ساکنان شهر خاروخ یعنی به 50 نفر ساکنان نیازمندان شهر خاروخ کمک نوبتی رسانیده شد و ما همچون از نام ساکنان شهر خاروخ برای این صاحبکار اظهار منتداری بیان می‌نماییم و برای صاحبکار در کارهای من بعد توفیق و بارباری‌های بی‌نظیر را خواهانیم. یکی از فضیلت‌هایی که ماه مبارک رمضان هسته این صدقه کردن است و با دستگیری پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت مملکت امروز به ساکنان بدخشان زمین کمک‌های خیریه رسیده است و مردم نیازمند، مردم کمبزاعت، مردم معیوب از اون دستگیری جناب عالی بهره‌ورد می‌شوند که این یک صدقه جاری است که انسان تا چقدر که از او صدقه او استفاده میکنند در نامه اعمال او ثواب کتابت می شود. کمک خیروی از نام صاحبکار جوان شهر باختر اسماعیل محمد ظاهر برای 500 عائله نیازمند و معیوب ولایت مختار کوهستان بدخشان در عرفه عید سعید فطر همچون کمک روانه کرده شده است. همچنین به 1200 عائله از شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان و ناحیه‌های تابع جمهوری نیز کمک سخاوتمندانه صاحبکار جوان شهری باختر ولایت ختلان اسماعیل محمد ظاهر دسترس گردید. ساکنان ناحیه‌های عبدالرحمن جامی، دنغره، خراسان، تیمور ملیک، همدانی، واسی، مومن آباد، فرخار و شهر کولاب ولایت ختلان کمک را با خوشحالی قبول نموده برای باز هم آباد و زیبا شدن این وطن و زیاد شدن چنین اشخاص سخاوت پیشه دست به دعا برداشتند. البته صله نمودن سر یتیم و عرض مهربانی نسبت به اشخاص نیازمند عملی است خیر و ثواب و پسندیده انسان که از اقدامات بشردوستانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سرمشق میگیرد.
من مینداری خود را به اسماعیل محمد ظاهر میرسونم که در همین روزهای سختی همین بچه مرا دستگیری کرده. میخوام که مینداری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه مومن آباد را به اسماعیل محمد ظاهر برای توجه ظاهر نمودن در عرفه عید سعید فطر به طبقه های نیازمند اهالی، به شخصانی معیوب، به بی‌پرستار، به کم بی‌زاعتان برسانم. خداوندان تمام آفت‌های جهان نگهش بداره. خدا دولت هزار کنه، یا دولت هزار دولت کرده. خدا خارش نکنه، تا مدام زندگانه دستی کم آنشانش نتا. در منای بچه دارش کنه، بچه هاش هم بدراز بتاخته. همچنین به ضرر دیدگان آفت‌های طبیعی روزهای آخر نیز کاروان کمک رسانده شد که باعث هم روح بلندی جبر دیدگان گردیده حضور دولت و حکومت را در کنار آنها ثابت نمود. شهروند جماعت استخار ناحیه عبدالرحمن جومی، من همین روزی 5 روز شد که ما در همینجا در همین حالتهای وضعبینیم. همین تمامی مردم دستگیری کرده. من رحمت به همین اسماعیل بچه، اگر بچه یوش بوده اسماعیل میگفتینش، من تمامی محصولات ما را آورده، شکر، قند و روغن و تمامی محصولات آورده، همه چی ما را تامین کرده. خدای تعالی عمر اول گذشته‌اش دراز کنه و خشان صاحب ایمان کنه. پروردگار دنیا و آخرت خانش و صدقه کردیشان خدای تعالی قبول بگردانه. رحمت به جناب عالی با دستگیریش که ما را تنها نگذاشت. امروز ما میدانیم که ما صاحب داریم، صاحب بقا داریم. رحمت به اسماعیل جان که من امروز قریب که 40 تن خوراک رایی کرد که امروز تقسیمات میشود. حکومت تاجیکستان تحت راهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان وضع اجتماعی طبقه‌های آسیب پذیر جامعه را همیشه در مرکز دقت خود قرار داده، وابسته بر رشد اجتماعی و اقتصادی کشور برای بهتر نمودن شرایط آنها پیوسته چاره‌جویی می‌نماید. آمین. الله نور بلاها دور. به حرمت خدا و رسول مبارکی ماه شریف رمضان توفیق به توفیقان پروردگار همین مرده که خیر سخاوت که در ترازوی اعمالش نوشته شود و خیر برکت خدمتشیاش هم پروردگار به نور ایمان مشرف گردونه، ما را هم پروردگار به نور ایمان مشرف گردونه. الله نور بلاها دور به حرمت خدا و رسول. الله اکبر. سلام ما را و سلام ما را برسون. خداوند انی خیری کدگی اسماعیل محمد ظاهر به درگاهش قبول گردانه، امشب دراز کنه، تن سیات و وقتی خشت اقبال آروش بده، خداوند با عیدم بای به دولت کنه. الله اکبر. الله. ما مردم فرخور مینداری خود را در همین ماه شریف رمضان که همین برادر اسماعیل جان محمد ظاهر صدقه کرده است به همین مردم مینداری بیان میکنیم پروردگار یک شصت کنه، 100,000 کنه و به اقبالش نکنه. در سیاست اجتماعی حکومت کشور دستگیری مالیوی مؤسسه های حفظ اجتماعی و عائله های کم بساعت افضلیت دارد و این برتریت در سالهای من بعد نیز باقی میماند.